دوستان خوش اومدید به ویدیو دیگه. امروز من با آب و لاوا و پیککس براتون یه حرکتی. لایک و ساب فراموش نشه و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید تا ویدیو بعدی رو ببینید با خبر بشید. خب اول یه دونه از این سیاه که اسمش نمیدونم چیه میذاریم. بعد این برجر که یادتونه باش کلاش کردیم یه باکت لاوا جلوش میذاریم. بعد آب 2 بلاک اونورتر میذاریم. یه بلاک عقب‌تر، یه بلاک 2 بلاک اونورتر میذاریم آبو. بعد یه بلاک مونده به یه بلاک لاوا. خودتون دیدی من چیکار کردم. میکنیم اینجوری ما سنگ بی نهایت داریم تا وقتی که چیزی نیاد، مثلا یه دوستیتون نیاد مثلا مرض بریزه، لاوا بذاره رو آب، سنگ کنه، داغون کنه. اینا تو مثلا سرورهای خودتون میتونید اینو تست کنید. موقعی که اندر دراگون میخواید بکشید بیرید بینهایت دارید. الان من 12 تا سنگ به دست آوردم، 13 تا. میتونم با سرعت، الان میتونید اصلا با سرعت نگاه کنید من با چه سرعتی میکنم. میتونید اینجوری هم کنید که خب خیلی باحال میشه. میکنیم الان من 30 تا دارم. میتونید مثلا برای بالا رفتن از این برجر یادتونه توی ویدیویی برای کلاشی استفاده کردیم که قرار بود مجازات کنید. مجازاتش رو یاد بنویسید. من این حتما شما بذارید برم کامنتاشو میخونم. خب این زیر نگاه سنگ جمع شده. الان 50 تا ما داریم. میتونیم بریم با این بیرید بکشیم. الان ما 50 تا جمع کردیم دیگه. شما فکر کنید مثلا دوستاتون در حال کشتن اندر دراگون، شما سریع این میگ میزنید این دست، سریع این کارو میکنید. بعد با پیککس دایمندی ندرایت، یعنی من ندرایت انتخاب کنید، میزنید میکنید. بعد میتونید بیرید بکشید برید بالا. بعد مثلا از اون بالا با تیرکمون دوستاتون رو بزنید. الان من نگاه میرم بالا بیرید میکشم. بیرید من نشسته اصلا دیریم نمیشه مثلا بایستاده بیرید بکشید. ما همینجور آروم یه پارکور خفن میکنیم. بچه اگه موافقید یه مپ پارکور درست کنیم حتما تو کامنت ها بگید که یه مپ پارکور در انتظار باشه. بگید یه مپ پارکور خوشگل بسازیم تو ویدیو بعدی اونو بذاریم. لایک و فراموش نشه. خداحافظ.